خب بیا در نظر بگیریم که تو هیچ استعدادی نداری، هیچ توانایی نداری، هیچ پولی نداری، هیچ علاقه‌ای نداری و دقیقاً مثل کمپوت آناناس میمونی. خب ببین دوست من، اصلا اعتماد به نفس تو از دست نده، چون دقیقاً منم همینم. من از دهه 10 سالگی به بعدم بیشتر از 3000 تا رویا داشتم که هیچ کدومشم تا الان واقعی نشده. و تو الان نگران چی؟ من با 22 سال سن پول ندارم اینو درست کنم هنوز. بعد تو الان نشستی اینجا که من راهنماییت کنم که بری سر چه کاری، چه فکری کردی پیش خودت؟ من الان خودم دارم ویدیو درست میکنم که پول در بیارم. ببین قرار نیست که از کوره در بریم، بترسیم، استرس بگیریم یا فکر کنیم که باید خودمونو بکشیم. آخرین سرچ گوگلم این بود که چجوری خودمو بکشم که آبروی خانواده‌ام نره. درسته که دستت به هیچ بند نیست، درسته که ریال به ریال در آوردنش سخته و به دلار خرج میشه. اوکی، همه اینا درسته. الان باید چیکار کنیم؟ آفرین، دنبال شغل خوب بگردیم. شغل خوب کجاست؟ نیست. دخترم یا پسرم که عین من بدبختی، بیا در نظر بگیریم که هیچ پارتی نداری برای اینکه بخوای بری توی شرکت خوب کار کنی و مجبوری بری کارگری کنی. خب حداقل چجوری کارگری کنی که به نفعت باشه؟ ببین به نظرم هممون باید بریم خراب شیم. اولی شغل چیزی نیست به جز فروشندگی. حداقل سعی کن که توی برند فروشی کار کنی. میفهمی چی بهت میگم؟ اونا هم حقوقشون خیلی بالاتره، هم جاش خیلی بهتره، هم مشتریاش لولش خیلی فرق میکنه و کمتر اذیتت میکنه. مثلا یکی از جاهایی که اکثر اوقات من دیدم فروشنده میخواد فروشگاه جیم وسته که شعبه های زیادی هم داره. اکثر شعبه هاشن مترو خور و بیارتی خوره، یعنی رفت آمدت راحته. شغل بعدی که میتونم بهت معرفی کنم و میدونم که آیندهش خوبه، برنامه نویسیه. اگر واقعا یه پولی کنار داری یا خانوادت میتونن یه پولی بهت بدن یا میتونی بری از راه خراب یه ذره تو خودت کنکاش کن. ببین آیا استعدادی توی زبان انگلیسی داری؟ چون اگه داشته باشی واقعا قراره آینده‌تو دگرگون کنه. ببین اگه زبانت خوبه، اگه چیزی سرت میشه، چیزی حالیته، به نظرم میتونی با شرکتایی که مترجم لازم دارن قرارداد ببندی. میتونی تدریس کنی. عین بز افتادی تو خونه زل زدی به من. وقتی زبانت خوبه برو خودتو جمع کن، یه امتحان بده، برو وایسا تدریس کن. حداقلش اینه که ساعتی 200,000 تومان در میاری و دیگه لازم نیست اینجوری ول بچرخی تو یوتیوب بدبخت باشی. خب خودتو جمع کن، برو سر کار. برو کار کن، یه پول در بیار. شغل بعدی که میخوام بهت معرفی کنم منشیه. عاقبت همه منشی‌ها میدونی چیه؟ با رئیسه میریزن رو هم، بعد زن رئیس میاد تو رو از اونجا میندازه بیرون و در نهایت دوباره بیکار میشی. پس منشی نباش، چون ته راهش خرابیه. شغل بعدی که میخوام بهت معرفی کنم طراحی سایته. راستشو بخوای پشیزی ازش نمیدونم و فقط میدونم که پول توش خوبه. همین. خب بیا راجع به این صحبت کنیم که آیا استعدادی داری یا نه؟ کنسرو بوقلمونی، کیک پزی، خیاطی، آشپزی، بافنده‌ای، نوازنده‌ای، کار بدلیجات درست میکنی؟ خرابی؟ نه خیر. خب ببین هر چی که هستی واسه من خیلی فرقی نمیکنه. تو میتونی یه پیج بزنی و اونو آموزش بدی. حالا هر استعداد کوفتی که داری، خب اصلا مهم نیست کیفیت دوربینت چیه، صدا چیه، بک‌گراند چیه، همه اینا به مرور زمان درست میشه. همه از اولش خوب نبودن و نیستن، مگر اینکه بابات پولدار باشه یا خب. شروع کن آموزش دادن. خب باور کن شاید تو فکر کنی که هیچکی نمیاد بشینه خیاطی تو رو نگاه کنه، ولی اصلا اینجوری نیست. وقتی شروع کنی با دل و جون مایه بذاری و علاقه نشون بدی، مطمئن باش هزاران نفر هستن که میان ویدیوی تو رو نگاه میکنن. تو راه خودتو بالاخره پیدا میکنی. شغل بعدی که میتونم بهت معرفی کنم اینه که یه شوگر ددی به من گوش کن. این شغل جوابه. آرایشگری. ببین این که علاقه ندارم، استعداد ندارم، این چرت و پرتا رو بریز دور. خب برو وایستا توی آرایشگاه، توی سلمونی دوره ببین و کار کن. بهت قول میدم که زیر 1 سال درآمدت عالی میشه. آرایشگرا خرابایین که پول دارن. آیا تو دوست داری یه آدم سالم بی پول باشی یا خراب پولدار؟ معلومه که یه سالم بی پول
شغل بعدی که میتونم بهت معرفی کنم اینه که یه پیج اینستا بزنی و عکس پاهاتو بفروشی. نه ببین، ما قراره دختر خوبی باشیم، مگه نه؟ خب شغل بعدی که میخوام بهت معرفی کنم چیه؟ خزوخیل بشی توی اینستا. عزیزم ببین، درآمدش عالیه. اصلا فکر آبرو و خانواده و فک و فامیل و اینا رو نکن. مام بابا تو بلاک کن، یه پیج بزن با یه اسم دیگه و شروع کن چرت و پرت گفتن. مطمئن باش توی 2 الی 3 شب چنان ویوی میگیری و به چنان پولی میرسی که دیگه حتی پدر مادرت هم پدر مادرشونو بلاک میکنن و میان یه پیج با یه اسم دیگه میزنن و شروع میکنن مسخره بازی در آوردن. ببین اینی که میخوام بهت بگم جدیه. شروع کن ویدیو یوتیوب گذاشتن اگر بهش علاقه داری. ببین مثلا من علاقه دارم، یکی از نقطه امنای زندگیمه وقتی که حالم بده واقعا میام سراغش. پس اگه واقعا علاقه داری به یوتیوب، حوصله فیلترینگ، حوصله فوش، حوصله هیت، حوصله این که قیافت مسخره است جلوی دوربین، حوصله این که اولش خیلی امکانات نداری و داری، شروع کن. چون اگر ادامه بدی، تلاش کنی و پیشو بگیری، مطمئنم که به جای خوبی میرسی. همه اونایی که میگن نمیشه فلان بیسان، اینا ببین اینا همشون خرابن. شغل بعدی که میتونی بری سراغش اینه که بزنی تو فروش مواد امیدوارم تو زندگیت موفق باشی. خدافظ.